ساکن 29 ساله جماعت رودکی نوع واسه با گمان آدمکشی دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که روز دوم مای تخمین ساعت 15:30 در کوچه لاهوتی شهر دوشنبه از اسیات اوباشی با یک امدیه 31 سالش جنجال کرده به قسمت پشت او یک ضربه کارد زده است. در نتیجه جبر دیده ساعت 22:50 در بیمارستان جان داده است. سبب مناقشه خونین دو همدیه در پایتخت معلوم نیست، ولی به قاتل بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان برای آدمکشی تا 15 سال زندان تهدید میکند. مرد 55 ساله ساکن جماعت نوفراج شهر استرفشن صبح 30 اپریل ساعت 7:30 در خانه‌اش با همسر 46 ساله خود جنجال کرده با کارد به شکمش زده است. زن جبر دیده را با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری کردند. نسبت به شوهرش بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده گشودند. به او بر اساس این بند قانون برای رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. یک جوان 21 ساله قبلا سود شده از جماعت اونچه نوعی باباجان غفوروف به آن گمان بر می شود که شب 24 اپریل تخمین ساعت 21 در حدود محله 34 شهر خوجند از حالت مستی یک مرد 67 ساله استفاده برده او را لطوکوب کرده است و از جیبش 112 سامانی را کشیده گرفته است. نسبت به این جوان این دفعه بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند. به او برای غارتگری یعنی به صورت آشکارا تصرف کردن مال و پول دیگران از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. دو جوان 19 و 21 ساله ساکن جماعت اوریون نوعی کوشانیان به آن گمان بر می شوند که شب 23 و 24 مارت تخمین ساعت 00:30 با روی پنهانی به خانه استقامتی یک زن 57 ساله همدیه‌شان در آمده یک گردنبند طلایی، یک جفت گوشوار طلایی و تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیدند. حجم ضرر رسانیده شده به زن صاحب خانه 11,000 سامانی برآورده شده است. به این دو جوان دستگیر شده بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان برای دزدی جریمه به اندازه از 60,000 تا 120,000 سامانی و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند.